حمد و ثنا خداوند را که انسان را آفرید و او را به زیبایی، پاکیزگی و آداب نیک راهنمایی نمود. برادران عزیز و خواهران گرامی، یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به بندگانش عطا کرده است نعمت لباس، زینت و جمال است. خداوند دوست می‌دارد که آثار نعمتش را بر بنده‌اش نمایان باشد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای فرزندان آدم، هنگام هر عبادت و حضور در مسجد زینت خود را بگیرید. این خداوند است که لباس را برای پوشانیدن عورت، زینت را برای زیبایی و خوشبویی را برای پاکیزگی به بندگانش عطا کرده است تا هنگام حاضر شدن در مسجد و ایستادن در پیشگاه پروردگار با بهترین حالت باشند. در صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که سبب نزول شدن این آیت مشرکان بودند. بعضی از آنها طواف کعبه را بی لباس انجام میدادند. حتی بعضی زنان نیز در چنین حالت طواف میکردند. از این رو خداوند نازل فرمود: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. بسیاری از اهل علم هنگام تفسیر این آیت به سبب نزول آن نظر کرده گفتند که یکی از معناهای اساسی آیت پوشیدن لباس و ستر عورت می باشد. اما قاعده مشهور اهل علم این است: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یعنی اعتبار به عمومیت لفظ است، نه تنها به خصوصیت سبب نزول. از همین سبب این آیت تنها به پوشیدن عورت محدود نمی شود، بلکه تمام معناهای زینت را در بر می گیرد، مثل زینت لباس، زینت پاکیزگی، زینت خوشبویی، زینت مسواک، زینت تازگی بدن، زینت تازگی لباس. همه اینها در دایره فرمان خداوند داخل می شوند: خذوا زینتکم عند کل مسجد. پس وقتی به مسجد می رویم، وقتی برای نماز می ایستیم، وقتی در پیشگاه پروردگار قرار می گیریم، باید کوشش کنیم که لباس پاکیزه، بدن تازه و بوی خوش داشته باشیم. زیرا ما به دیدار پادشاه می رویم که تمام نعمت ها از جانب اوست. از خداوند می خواهیم که ما را از جمله بندگان پاکیزه و زیبا سرشت قرار دهد. به ما توفیق عمل به قرآن و سنت را نصیب گرداند و مسجدها را برای ما محبوب گرداند.